سلام دوستان عزیز، امید که جور و صحتمند باشید. امروز فرصت شد که بیاییم به قصر دارلمان. قصر دارلمان یکی از بناهای تاریخی افغانستان می باشد که در زمان شاه امان الله خان ساخته شده توسط انجینران آلمانی که در آن زمان مناسبات آلمان و افغانستان خوب بوده و در دارای 3 طبقه و 150 اتاق خرد و بزرگ می باشد که در دوران شاه امان الله خان از اینجا در دستگاه‌های دولتی از این استفاده می. کار ساخت قصر دارلمان در سال 1304 هجری قمری آغاز و در سال 1306 به اتمام رسید و بعدا در دهه‌های بعدی در دوران جنگ داخلی توسط مجاهدین این قصر تخریب شد و بعدا دوباره در دوران ریاست جمهوری افغانستان بازسازی گردید و می‌بینید که ما در داخل قصر دارلمان اومدیم و یکی در داخل خود قصر اجازه نیست و ما از بیرون و نمای بیرونی این قصر برای شما دوستان عزیز ویدیو تهیه نمودم. دوستان عزیز میبینید که بسیار جای خوب و فرصت کسی نیستن دیگه. دوران امارات است دیگه، اجازه برای زنان نیست داخل قصر دارلمان. تنها میتوانید مردها از نمای بیرونی این قصر دیدن نمایید. و میبینید قصر دیگه که به چند صد متری از این قرار داره و طرف بالاست. دیگه این که میبینید اینجا منطقه دارلمان. عزیز ببینید گل‌های بزرگ و مقبول را چقدر زیبا. دوستان عزیز تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.